السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه ما برنامه رمضانی است که هر روز برای شما حدیث هایی که متعلق به روزه است یا رمضان است بر شما میرسانیم. این هدیه رمضانی است که اول پیش از اینکه این حدیث را بر شما گویم یک چیزی را میگویم که برای فهمیدن این آثار این حدیث بر شما یاری میکند. پیامبرها از احتلام شدن در خواب یعنی جنوب شدن یعنی مبرا هستند، پاک هستند. پیامبرها هرگز وقتی که مثل سایر مردم وقتی که انسان خواب میکند جنوب میشود، منیش میبروید، این خیل پیامبرها نمیشوند. در حق پیامبرها این کمبودی میباشد. برای همین خصوصیت های پیامبر این است که پیامبر در خوابشان احتلام نمی شدند. این چنین وقتی که چشمشان خواب کند دل پیامبر خواب نمی کرد. این مادرمان عایشه رضی الله عنها میگویند که کان النبی صلی الله علیه و سلم یدرکه الفجر جنبا فی رمضان من غیر حلم فیغتسل و یصوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی صبح روزی ماه رمضان جنوب این صبح را درک میکردند. این حدیث یک فقه دارد. مثلا یک شخص هنگامی ماه شب رمضان بیدار شد که به صبح دمیدن 10 دقیقه مانده است. اگر او غسل بکند سحر خورده نمیتواند. اگر باید در این وقت باید چیزی بخورد، طعام بخورد و اگر صبح دمید غسل بکند و روزه رو دوام بدهد. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال جنوب بودند من غیر حلم، یعنی جنوبی پیامبر این نبود که در خوابشون احتلام میبیدند. با همسرهایشان خفت خواب میکردند در حالی که جنوب صبح میدمید، پیامبر جنوب هستند، یعنی غسل میکردند و روزشان دوام میدادند. حدیث در بخاری است، مسلم است. کان النبی یدرکه الفجر جنبا فی رمضان من غیر حلم فیغتسل و یصوم و غسل میکردند و روزشان را دوام میدادند. این بود هدیه رمضانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أينما كنا